سرزمین ایران در طول تاریخ 4000 ساله خود فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده است. اما بدون تردید سخت‌ترین دوران ایران زمین مربوط به یورش وحشیانه مغولان می‌باشد. به داستان تهاجم چنگیزخان به ایران خوش آمدید. شاید تأسیس حکومت مغول و تسخیر چین بسیاری از فاتحان را راضی می‌کرد، اما برای چنگیزخان این تازه آغاز کار بود. تمرکز او اکنون بر روی سرزمین‌های غربی بود. چند رویداد پیش پا افتاده بهانه خوبی برای حمله به امپراتوری‌های مجاور به مغول‌ها داد. قتل عام صورت گرفته در چین در مقایسه با حمام خونی که در طی حمله مغول به ایران به راه افتاد ناچیز بود. نایمان‌ها یکی از اقوامی بودند که در سال 1205 توسط چنگیزخان مغلوب شدند. بعد از شکست سرکرده قوم کوچلوک خان به سمت غرب گریخت. او دوباره در سال 1208 مغلوب چنگیزخان شد و به لیائو امپراتوری همسایه پناه برد. در آنجا از او استقبال شد و حتی با دختر امپراتور ژیلوگو ازدواج کرد. 2 سال بعد کوچلوک خان علیه پدرزن خود شورش کرد و کنترل امپراتوری را به دست گرفت. در سال 1216 کوچلوک خان به شهر ایغور که تحت حفاظت مغول‌ها بود حمله کرد. چنگیزخان بهترین ژنرالش جبه که کوچلوک خان را در نبرد بلساغون شکست داده بود راهی کرد و در مدت 2 سال کل امپراتوری تحت حکمرانی مغول‌ها درآمد. اکنون آنها با امپراتوری بزرگ خوارزم شاهیان هم مرز بودند. چنگیزخان به امید برقراری روابط تجاری کاروانی با هدایای گران قیمت نزد محمد شاه دوم فرستاد. با این حال فرماندار شهر فاراب قایرخان اعضای کاروان را دستگیر کرده و به آنها اتهام جاسوسی زد. سپس چنگیزخان 3 سفیر خود را نزد شخص شاه فرستاد تا بازرگانان را آزاد کند. محمد شاه نپذیرفت و بازرگانان و یکی از سفرا را اعدام کرد. قانون مهمان نوازی که برای چنگیزخان مقدس شمرده میشد اکنون شکسته شده بود و او خود را آماده گرفتن انتقام کرد. او اطلاعات مربوط به دشمنانش در جاده ابریشم را گردآوری کرد. افراد خبره در زمینه محاصره شهر را از چین فراخواند و ارتشش را به 3 ستون تقسیم کرد. در مورد تعداد نفرات ارتش هر دو طرف نظرات زیادی وجود دارد، اما بیشتر محققین بر این امر توافق دارند که سربازان ارتش مغول در ابتدای کارزار 100,000 نفر بود و در مقابل نیروهای ارتش ایران 60,000 نفر بودند. در زمستان سال 1219 چنگیزخان پسران بزرگترش جوچی و جبه را فرستاد تا با گذر از کوهستان‌های تیانشان وادی حاصلخیز فرغانه را با حدود 20,000 نیرو ویران کند. این کار بسیار خطرناک بود اما نتیجه داد، زیرا ایرانیان گمان کردند آنها ارتش اصلی مغولان هستند. در این بین ارتش دیگر تحت فرماندهی پسر سوم و چهارمش به نامهای جغتای و اوکتای بلافاصله از دره جونغارستان عبور کرده و فاراب را به همراه پادگان 20,000 نفریش محاصره کردند. بعد از 5 ماه یک نظامی فراری دروازه ها را باز کرد و به مغول‌ها اجازه ورود به شهر را داد. فاراب اولین شهری بود که پیش از ویرانی کامل کل جمعیتش یا کشته شدند یا به بردگی گرفته شدند. قایرخان اسیر شد و گفته می شود چشمها و گوشهای او را با نقره داغ پر کردند. محمد شاه دوم در حال آماده سازی دیوار دفاعی مستحکمی در اطراف پایتختش سمرقند بود و تصور می کرد صحرای قزلقوم غیر قابل عبور است. اما چنگیزخان ارتش خود را واهه به واهه از درون صحرا عبور داد و محمد شاه را غافلگیر کرد. مغول‌ها به دروازه‌های شهر بخارا رسیدند. دیوار دفاعی شهر ضعیف بود، به همین دلیل مدافعان درمانده تلاش کردند تا در نبردی رو در رو با مغول‌ها بجنگند و همگی در آن جنگ قتل عام شدند. سپس مغول‌ها در مارس 1220 به پایتخت خوارزم شاهیان یعنی سمرقند رسیدند. مغولان با استفاده از زندانیان به عنوان سپر انسانی خود به شهر و پادگان 40,000 نفری آن حمله کردند. در روز سوم پادگان حمله متقابل را آغاز کرد. چنگیز با تظاهر به عقب نشینی تقریباً نیمی از پادگان شامل فیل‌های جنگی را به خارج از برج و باروی سمرقند کشید و آنها را در دشت‌های باز تار و مار کرد.
محمدشاه دوم 2 بار سعی کرد شهر را نجات دهد، اما هر 2 بار عقب رانده شد. در روز پنجم همه به جز تعداد انگشت‌شماری از سربازان تسلیم شدند. تمام 100,000 نفر ساکنان شهر به قتل رسیدند. شاه و پسرش توانستند به قتل فرار کنند. به همین دلیل چنگیزخان به ژنرال‌هایش سپتای و جبه دستور داد تا آنها را با نیروی 20,000 نفری دستگیر کنند. چنگیز بعد از تخریب کامل سمرقند از جنوب به سمت شهر ثروتمند گرگانج حرکت کرد و پسرش جوشی را از شمال به شهر روانه کرد. شهر با وجود دفاع قوی تصرف شد، اما مشکلی تازه برای مغول‌ها ایجاد کرد. به جوشی اجازه داده شده بود تا شهر را برای خودش غارت کند، اما او ترجیح داد با مقامات محلی مذاکره کند تا از صدمه زدن به دارایی‌های شهر خودداری شود، در حالی که برادرانش که از او متنفر بودند در برابر این رفتار غیرمعمول اعتراض کردند. چنگیزخان بزرگترین پسرش را از مقام فرمانروایی عزل کرد و سومین پسرش اوکتای خان را به جای او نشاند که او نیز دستور تخریب شهر را داد. این تصمیم در دهه‌های آینده تأثیر بسزایی روی امپراتوری مغول‌ها گذاشت، زیرا برای همیشه جوچی را از سایر اعضای خانواده‌اش جدا کرد. در حالی که گرگانج تخریب شده بود، تولی خان جوانترین پسر چنگیزخان 50,000 نیرو را با خود به خراسان برد. او شهرهای بلخ، مرو و نیشابور را با سرعت تصرف کرد. هرات تسلیم شد و مانند هر شهر دیگری که بدون جنگ تسلیم شده بود نجات یافت. مغولان نمی‌توانستند چنین جمعیت وسیعی را کنترل کنند، بنابراین از روش وحشیانه خود برای تسلیم کردن آنها استفاده کردند. این کشتارها بدون دلایل مذهبی یا فرهنگی انجام شد و آنها می‌خواستند با ایجاد ترس و وحشت جلوی هر گونه مقاومت یا شورش احتمالی را بگیرند. تا بدینجا مغول‌ها با استفاده از جنگ روانی و تخریب گسترده شهرها هرگز به دشمنانشان اجازه نداده بودند تا ارتش خود را احیا کنند. همچنین آنها هرگز با یک ارتش به یک نقطه حمله نمی‌کردند. در حالی که یک ارتش شهر را محاصره می‌کرد، ارتش دیگری در حال گشت‌زنی و غارت مناطق روستایی بود. اما پسر محمدشاه جلال الدین توانست لشکری متشکل از 60,000 نیروی ایرانی، افغان و ترک را جمع کند که مغول‌ها انتظار آن را نداشتند. به محض آنکه این خبر به گوش چنگیزخان رسید، او لشکری 30,000 نفری را به رهبری فردی از قوم تارتار به نام کوتاکو روانه کرد. جلال الدین به استان پروان در 50 مایلی شمال کابل در افغانستان رفت و زیرکانه در محلی ناهموار منتظر آغاز جنگ ماند. کوتاکو تصمیم گرفت منتظر فرمان چنگیزخان نشود و با جلال الدین درگیر شد. هر دو سپاه در دشتی باریک که برای مانور جنگی سوار نظام مناسب نبود با هم روبرو شدند. جلال الدین ابتکار عمل را به دست گرفت و به جناح راستش دستور داد از اسب پیاده شده و به سمت مغول‌ها تیراندازی کنند. کمانداران او در حال پیروزی بودند، زیرا کمانداران پیاده از سوارها دقیق‌تر تیر پرتاب می‌کردند. هر دو طرف موقعیت خود را تا صبح فردا حفظ کردند تا اینکه جنگجویان افغان متوجه شدند ارتش مغول تقویت شده است. این موضوع باعث نگرانی فرماندهان شد، اما جلال الدین افسران خود را آرام کرد و به جای عقب نشینی کردن به کل نیروهایش دستور پیاده شدن و درگیری داد. در واقع مغول‌ها مردان پوشالی را روی اسب‌های اضافه خود قرار داده بودند تا جلال الدین را فریب دهند. کوتاکو با دیدن پیاده‌های دشمن به سوار نظام خود دستور داد تا از جناح چپ به افغان‌ها تیراندازی کنند، اما حمله آنها توسط کمانداران دفع شد. سپس مغول‌ها به کل ارتش ایران حمله کردند. ارتش مغول‌ها تحت فشار شدید در زمین ناهموار و باریک که ترفندهای معمول عقب نشینی و محاصره را غیر ممکن می‌کرد، برای اولین بار در برابر یک دشمن خارجی شکست خورد. در این هنگام مغول‌ها شروع به عقب نشینی کردند و جلال الدین این فرصت را غنیمت شمرد. او به نیروهایش دستور داد تا دوباره سوار شده و دست به ضد حمله بزنند. نیمی از ارتش مغول نابود شدند و نیمی دیگر فرار کردند. این شکست توهم شکست ناپذیری مغول‌ها را از بین برد و شهرهایی که به صورت مسالمت آمیز تسلیم شده بودند دست به اسلحه شدند. این امر چنگیز و پسرش تولی خان را مجبور کرد
1 ماه دیگر را صرف مهار کردن شورش ها کند. اما متاسفانه ارتش شاهزاده ایران بلافاصله پس از پیروزی دچار اختلاف شد. جلال الدین که تنها با 20,000 سرباز مانده بود به سمت رودخانه سند حرکت کرد تا در هند پناه بگیرد. چنگیزخان بلافاصله به سمت پروان حرکت کرد. او پس از 2 روز تعقیب جلال الدین در پنجاب، درست پیش از آن که شاهزاده بتواند از رودخانه سند عبور کند به او رسید. مغول‌ها تا پایان روز استراحت کرده و در هنگام سپید دم به سمت رودخانه حرکت کردند. حمله اولیه دفع شد و جلال الدین دستور حمله متقابل را داد که تقریباً ارتش مغول را در هم شکست. چنگیز سپس به ارتش ذخیره 10,000 نفری خود دستور داد کوه را دور زده به لشکر جلال الدین حمله کنند. جلال الدین پس از آنکه ارتشش از 2 جهت مورد حمله قرار گرفت و فرو ریخت، تصمیم به فرار گرفت. پس از پیروزی، چنگیزخان یکی از فرماندهانش را با 20,000 نیرو برای تعقیب شاهزاده فرستاد، اما شاهزاده هیچ کجا نبود. به هر حال قسمت اعظم قلمرو خوارزمشاهیان به تصرف درآمد و شاه آنها در یکی از جزایر دریای مازندران از دنیا رفت. در مورد مردم ایران گفته می شود که مغول‌ها جمعیت این منطقه مرفه را از 2 میلیون نفر به 200,000 نفر کاهش دادند. این تازه آغاز حمله مغول‌ها به ایران بود. مغول‌ها در نبردهای صورت گرفته بین سالهای 1219 تا 1221 امپراتوری خوارزمشاهیان را شکست داده بودند، اما هنوز همه ایران تصرف نشده بود و لشکرکشی‌های جبه و سبتای به ایران و قفقاز این کار را کامل کرد. امپراتوری مغول به آرامی در حال تغییر بود، اما خواست آنها به داشتن زمین و ثروت دیگر کشورها همچنان بالا بود. شاهزاده ایران جلال الدین بعد از شکست در نبرد رودخانه سند در بهار سال 1221 به سمت پنجاب عقب نشینی کرد. کمی بعد ارتش مغول دست از تعقیب او برداشت. جلال الدین 3 سال بعد را صرف جمع‌آوری نیروهایش در منطقه کرد و حتی قسمت اعظم پنجاب را گرفت. او تلاش می‌کرد سلطان مملوک دهلی را مجاب کند که علیه مغول‌ها با او هم پیمان شود. اما سلطان مملوک تمایلی به برافروختن خشم چنگیز نداشت. در عوض در سال 1224 سلطان به جلال الدین حمله کرد و شاهزاده مجبور به ترک لاهور شد. او به گجرات حمله کرد و سپس در همان سال به ایران بازگشت. جلال الدین پس از مرگ پدرش مدعی نشستن بر تخت پادشاهی خوارزمشاهیان شد. ایران و قفقاز توسط جبه و سبتای در چند سال گذشته تضعیف شده بودند، بنابراین به راحتی میتوانست منطقه را تصاحب کند. او اتابکان در آذربایجان را نابود کرد و پایتخت را به تبریز و دور از دسترس مغول‌ها برد. در همان سال شروانشاهان را تسخیر و به گرجستان حمله کرد. در سال 1226 گرجی‌ها در نبرد گارنی شکست خوردند. تفلیس پس از آن اشغال شد و مسیحیان و مسلمانان زیادی کشته شدند. مغول‌ها در سال 1227 ارتشی را به ایران فرستادند، اما جلال الدین آنها را در نزدیکی ری در هم شکست. قدرت گرفتن جلال الدین سبب اتحاد دشمنانش شد. سلطان سلجوقیان روم کیقوباد اول، سلطان الکامل ایوبی و همچنین هتوم اول در سال 1228 نیروهای خود را علیه او جمع کردند و ارتش جلال الدین را در نزدیکی ایروان شکست دادند. این شکست او را تضعیف کرد و در سرتاسر ایران و قفقاز شورش‌هایی علیه او آغاز شد. اوکتای خان از این شورش‌ها استفاده کرده و ارتشی را تحت رهبری جورماغون برای اشغال دوباره ایران فرستاد. مغول‌ها در سال 1231 در نبردی با جلال الدین در مرکز ایران پیروز شدند. جلال الدین به آناتولی فرار کرد و مغول‌ها به دنبال او رفتند. در نهایت جلال الدین در سیلوان به قتل رسید و امپراتوری خوارزمشاهیان از صحنه روزگار محو شد. این ویدیو را با دوستان خود به اشتراک بگذارید تا آنها نیز با تاریخ ایران آشنا شوند.